سلام دوستان، خیلی به این ویدیو خوش اومدید از کانال ای فوتبال لند. امروز اومدم با باکس زنی، این باکسی که دیروز به بازی اضافه شد، همین لیلیام تورام و همونطور که میدونید به 108 هم میرسه، کاشاس هم به 105 میرسه و ادمینستون هم به 104 میرسه. با 7 گو 400 اومدیم برای این باکس. خب بریم سراغ باکس. بی‌معطلی داخل باکس هم ببینیم. از حالت هایلایت های خوبی هم داره تا یه حدی، ولی خب در اصل هدف اصلی ما همین لیلیام تورام هستش. خب بریم از 100 تا اول شروع کنیم. من همینطوری 100 تا بزنم براش. خب میبینید که هیچی نداد. یه 100 دیگه هم میزنم براش. چند تا کنسل باش بزنم. روتیت 900 کنسل براش خاصی الان میزنم نمیرسه، ولی خب همین 900 رو میزنیم. بده دیگه یه چیزی. بله اپیک شد. بله ایکر کاسیاس با یکا کاسیاس رو گرفتیم. خیلی زود داد کاسیاس رو، خداییش. دوستان خیلی سریع داد به من کاسیاس رو. دیگه این باکس رو فکر نکنم بزنم، به خاطر اینکه مطمئنم تا آخر باکس باید برای تورام بریم. خب 1100 تا داد کاسیاس رو با یه دونم هایلایت دی ام اف. بریم برای باکس دمبله میخوام بزنم بعد بقیه‌اش رو. خب دمبله رو شروع میکنم از 100 تا. چند تا کنسل. اولی که هیچی. یه 900 تا هم بزنم همینطوری. یه دونه چک الکی و هایلایت فکر کنم. آره هایلایت شد. بله دوستان هایلایت محمد صلاح. فکر کنم قراره این باکس رو سیاه شیم براش. یه ذره چند تا روش بزنم براش. خب چند تا کنسل. یه 100 میزنم. 3 تا 100 میزنم بعد دوباره. خب نمیده. فکر کنم این باکس قراره سیاه شیم براش. خب 900 تا رو میگیرم. نداد بازم. 2 تا هایلایت. حداقل یکیشو بده. یکیشو داد. دوست دمبله بشه خیلی خوبه. و ویتینیا رو هم گرفتم باش. اینم ویتینیا. خیلی زود نبود ولی خب خیلی خوبه در این حد باشه. با بگیم چقدر بود؟ 2 کو 400. بله 3 تا هم هایلایت باش گرفتم. این باکس هم که دیدید با یکا. دوستان اینم از مکس ویتینیا و کاسیاس که به 105 رسید، اونم به 103. حالا اگه یه مربی خوب باشه بالاتر هم میرن. این بود از این ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.